نهم رمضان در آینه تاریخ. رمضان ماه نبرد با استعمارگران خوناشام. رمضان ماه شکستن یوغ بندگی غیر خدا. رمضان ماه بندگی آفریدگار یکتا. نهم رمضان از شمشیرهای پیروزی حکایت‌ها دارد. موسی بن نصیر در مسیر پاکسازی اندلس. در نهم رمضان سال 93 هجری قمری موافق با 18 ژوئیه 712 میلادی سردار شجاع اسلام موسی بن نصیر برای پاکسازی سرزمین اندلس و راندن لشکریان ظلم و ستم صلیبی از آن و رهایی مظلومان از یوغ بردگی آنها کمر همت بست و شهرهای اشبیلیا و تولیتله را فتح نمود. حادثه بلات شهدا. در نهم رمضان سال 114 هجری قمری موافق با اکتبر 732 میلادی حادثه دردناک میدان شهیدان در تور باتیه در فرانسه بین لشکر اروپاییان به رهبری شارل مارتل و مجاهدان مسلمان به سرلشکری عبدالرحمن الخافقی به وقوع پیوست. در این حادثه مسلمانان شکست خوردند و لشکریانشان به شهادت رسید. اروپاییان از این حادثه افتخارآمیزشان به جنگ تور یا باتیه یاد می کنند. فتح صقلیه. در نهم رمضان سال 212 هجری قمری موافق با اول دسامبر 827 میلادی کشتی‌های مجاهدان اسلامی به رهبری زیاد بن اغلب در سواحل جزیره صقلیه لنگر انداخت و توانستند این جزیره را از یوغ بردگی صلیبیان رهایی دهند. شکست بابک خرمی. در نهم رمضان سال 222 هجری قمری موافق با 837 میلادی سردار حیدر بن کاووس مشهور به افشین که از سوی معتصم خلیفه عباسی مأموریت داشت بابک خرمی را شکست دهد توانست شهر البز مرکز آنها را تسخیر کند. بابک پا به فرار گذاشت ولی افشین توانست او را همراه با برخی از پیروانش دستگیر کرده به سامرا ببرد و در آنجا همه آنها کشته شدند و بدین صورت گروهک بابک خرمی که بیش از 20 سال مایه دردسر مسلمانان بود متلاشی شد. معرکه زلاقه. در نهم رمضان سال 479 هجری قمری
موافق با 17 دسامبر 1086 میلادی یوسف بن تاشفین سردار لشکر مرابطین توانست بر سپاهیان اروپایی به سرکردگی فونس ششم در جنگ زلاقه پیروز گردد. فونس به همراه 6 تن از سربازانش توانست از میدان کارزار فرار کند. پیوستن مجاهدان حجاز به برادران مصریشان در جنگ علیه استعمار فرانسه. در 9 رمضان سال 1213 هجری قمری موافق با 18 فوریه 1899 میلادی اولین گروهان جوانان مجاهد حجاز برای شرکت در جهاد علیه استعمارگران صلیبی فرانسه به بندرگاه القیصر در مصر رسیدند. وفات استاد مصطفی مشهور. در بعد از ظهر روز پنجشنبه 9 رمضان سال 1423 هجری قمری موافق با 14 نوامبر 2002 میلادی مصطفی مشهور پنجمین مرشد عام اخوان المسلمین و یکی از دعوتگران سرشناس جهان اسلام پس از سالها جهاد و از خودگذشتگی و خدمت به اسلام و مسلمین دار فانی را بدرود گفت. او در 15 سپتامبر 1921 میلادی در روستای سعدیین در شرق مصر به دنیا آمده بود. توشه راه و بسیاری از کتاب‌های او به فارسی ترجمه شده است. استاد مصطفی مشهور از حامد ابونصر چهارمین رهبر اخوان المسلمین نقل می‌کرد که او دوستی و محبت اهل سنت ایران را از ایمان می‌دانست و به حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند دوستی انصار از ایمان است استناد می‌کرد و خطاب به آنها می‌گفت شما انصار و یاران دین الله در سرزمینی هستید که دین الله را جز شما در آنجا یار و یاوری نیست.